اولیوا سونسبی هنرمند، خواننده و نوازنده برجسته سوئدی است که از زمان آشناییش با مقاومت ایران خیلی از کارهای خودش رو به این مقاومت تقدیم کرده و در مناسبت‌های مختلف برای مردم ایران آثاری اجرا کرده. در جشن 13 بدر امسال هم همراه ماست و قطعاتی رو به همین مناسبت و با آرزوی آزادی مردم ایران اجرا و تقدیم کرده. علی بولام اینجا چی کار میکنی تو؟ چرا همچه گرخیدی؟ دایی تو داشتم میمانم پیش خودت یارو جلومو گرفت سیامو از دستم گرفت 2 تا هم کوتاه زیر گوشم کوتاه تو گوش علی بولام؟ آره آقا رو بهش گفتی حشمت دایی تو یا نه؟ آره هم که گفتم حشمت دایی من 2 تا دیگه هم زد حشمت زنده نباشی که یکی بزنه تو گوش علی بولام. آفتاب در نیاد که این روزو ببینه. بارون داره میاد. آفتاب در نیاد که این بارونو ببینه. نه بابا علی بالامو که زدم ببینه. بریم دایی جون ببینم کی زد حالشو بگیرم. دایی این خودشه. این همونی که منو زد.
این؟ آره خودشه. همین یارو فینگیله؟ آره. کوچول موچوله؟ مطمئنی؟ آره مطمئنم. یهو میرم میزنم یکی دیگه نه، نباشه برو. یا خانواده‌اش یتیم میشنن. نه. باشه. اما شو اپوش. خب بزنم حواس نترسی یا خون آلود سنش. خب بیا اینجا بینه فینگی کاکلی بیا اینجا بینه. بینشو بریدم. حاضر جوابی میکنی برای اشمت خالتوری حاضر جوابی میکنی. تو بودی گوشیدی گوشه این بچه؟ آره خوب کاری کردم زدم. میگه خوب کاری کردم. علی واس عقب به تو نخوره. الان نه ترتیبشو میدم. میدونی با کی طرفی؟ آره میدونم. هر چی بخواه باش واسه خود باش. تو هم میزنم بیا. دیدی زد تو گوشم. علی آماده ای همین الان ترتیبشو میدم که یه سری برش بیمارستان. ببین آشنا من سر این محل که میای با احترام میزنم فک و فک. یکی دیگه هم زن. اب نداره دارم گرم میشم نه میزنم ترتیبشو میدم. اومدم مصد که این دفعه بزنم ست دیدی جفتی زد گرم شدم. کفن آماده کن جسدو الان به تحویل میدم یه راست ببرش بذارش تو قبل. آماده شو که اومدم مصد دایی بیا ولش کن ببینیم دیگه. نه چی رو ولش کن حالا تو میگیرم. تو فکر کردی بچه کجا اومدی سر معلومات میکنی گوله کل تو میخوری. نه دایی واسه نه ترس میزن فکر تو. دایی من بسته دیگه دایی ولش کن داره میمیره دیگه. اینقدر میزنی دیگه بابا بقیه چی ازش نمون دیگه. ولش کن دیگه. نه جون دایی بذار حالشو بگیرم. گوله کلتو نخورا. برو خدا رو شکر کن که این بچه جونتو خرید. وگرنه استاد با کرم الکاتبین بود. برو اینجا نسا. برو ببینیم بابا. صفا کردی؟ آره دستم. حالشو گرفتم. دفعه دیگه سر این محلات ظاهر میشه میدونه با کی طرفه. تو هم دایی جون هر مشکلی برات پیش اومد میای به کی میگی؟ دایی اشمت؟ آره دیگه. خب نه بیا بگو نکته خاصی نداره فقط این که خب خودت هم باشه صحبتی بکن شاید حل شه دیگه. اینجوری به خونریزی نرسه یوهی. آره میدونی دایی جون اب نداره. خودت تو دلت خنک شد؟ آره باریکلا خواهش میکنم قربانتون. سال جنگه سال تیر و تفنگه باید که بخیزیم و سر مار بکوبیم سازش بر این نظام وامونده جننگه کم آورده ای رژیم فرتوت زفرتی آخه جوون ایرونی بابا زبر و زرنگه امسال سال جنگه سال تیر و تفنگه امسال سال جنگه سال تیر و تفنگه پاسدارای جانی فلاخون شما جوونه تیر و تفنگه فلاخون شما جوونه تیر و تفنگه امسال سال جنگه سال تیر و تفنگه امسال سال جنگه سال تیر و تفنگه انترش گفت سنگ هرچی که هست واسه خر لنگه
گوگیجه گرفته ای روزا و نش آخوند زیر سرنگه و ازش میره و مست شلنگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه. فقیه ولی نشه بنگ و مشغول جفنگ. امسال سال جنگ، سال تیر و تفنگ. امسال سال جنگ، سال تیر و تفنگ. سفیر و کاردار و سناتور که میبینی میخواد جیمفنگ بشه فکر روادید فرنگه. حیرون شده تو نظام و لرزون ای بسیجیه گیج و بیج و منگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه. شلم شوربایی مجلس ملا، شلم شوربایی مجلس ملا. واسه این همه چارپا آخه این طویل تنگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه. عکس امام و ای بسیجی مثل چقندر و سیب زمینی و دست هونگه. وای دیکتاتور سال نگو تو دیکتاتور غم. ای سیدل الدنگ مپنگی مشهنگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه. دست هموطن و کنیم خونت کونی. آزاد که بشیم بهارمون چقدر قشنگه. آزاد که بشیم بهارمون چقدر قشنگه. امسال سال جنگه، سال تیر و تفنگه.